دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من به ما درد دل افشا کن. الحمدلله و صلات و سلام علی رسول الله. دوستان عزیز، امید که لباس عافیت بر تن داشته باشین و از گزند روزگار در حفظ الله متعال باشین. عزیزان گرانقدر، ما در روز 23 ماه مبارک رمضان قرار داریم. لله الحمد، با توفیق الله متعال ما افطاری امشب در ولایت زیبای پروان در نظر گرفتیم. انشاءالله یکی از مساجد سروی شدن، اشخاص مستمند دوج انشاءالله افطاری را و دسترخوان باران رحمت با کمک شما عزیزان اوجا انوار میکنیم. جا دارد که از برادر عزیز خود عمر جان و پسر امیشان از آلمان این افطاری را در نظر گرفتن تشکری کنم. الله متعال بر شما مزد مزید نصیب کنه. عزیزان گرانقدر، یک بار دیگر جا دارد که از تک تک عزیزان، چی از شهر فرانکفورت آلمان و چی از دیگر نقاط آلمان، شهر کلن و دیگر دوستان عزیزی که ما را پروگرام های باران رحمت تمویل کردن، جهان سپاس. الله متعال مزد مزید نصیبتان کنه. در دهه آخر ماه مبارک رمضان قرار داریم و ما تحفه های عیدی را به خاطر یتیم ها در نظر گرفتیم. اگر شما میخواین از طریق ما لبخند بر لبان یتیم ها بیاورید، ما در خدمت شما هستیم و شعار باران رحمت امین است که باران رحمت آورنده لبخند بر لبان مستمندان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من، چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن. غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من. الله اکبر، الله، الله اکبر، الله، الله اکبر، الله، الله اکبر، الله. به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان، بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومی تو از رحمت، تو توبه نامه را بنویس و امضا کردنش با من. دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. الله اکبر، 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 الله اکبر. لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من.
بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش. بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت می کنم، مانی طلب کن آنچه می خواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را. بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من. چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت